سلام به شما. امروز میخوام یه نگاهی بندازیم به فرهنگ کسب و کار توی ترکمنستان برای سال 2025. یه راهنما هم داریم که کمکمون میکنه. هدف اینه که به شما کمک کنیم این بازار که خب خیلی خاص و پتانسیل هم داره تو آسیای مرکزی بهتر بشناسید. ترکمنستان میدونید گاز زیاد داره، پروژه های زیرساختی هم همینطور. فرصت های جالبی است. اما خب موفقیت اونجا یه کلید دیگه داره انگار. بیشتر از هر چیزی باید فرهنگ تجاریشون رو درک کرد. فرهنگی که توش سنت، روابط انسانی، احترام به بزرگتر و مقام بالاتر اینا خیلی نقش دارن. بله دقیقاً نکته همینه. ببینید اقتصاد ترکمنستان خیلی دولتیه. یعنی دولت نقش پررنگی داره، مخصوصاً تو بخش انرژی. جالبه بدونید مثلا صادرات گازشون به چین فقط تو 3 ماه اول 2024 2.4 میلیارد دلار بوده. شرکت‌های دولتی مثل ترکمنگاز اینا بازیگرای اصلی هن. البته خب یه قدم‌های محتاطانه‌ای هم برداشتن برای جذب سرمایه خارجی یا مثلا تقویت بخش خصوصی تو ساخت و ساز و کشاورزی، ولی در کل درک این ساختار دولتی و اون فرهنگ مرتبط باهاش واقعا ضروریه. پس این ساختار دولتی و خب تاریخشون ریشه های این فرهنگ کاری و ساخته. بیام یکم دقیق تر بشیم روی خود این فرهنگ. راهنما چند تا نکته کلیدی داره. اولیش رسمیت و احترامه. میگه روابط کاری خیلی رسمی هن. احترام به سن و مقام چه دولتی چه شرکتی خیلی مهمه. استفاده از القابم انگار خیلی رایجه. درسته و این احترام فقط یه چیز ظاهری نیستا، واقعا روی کار و تصمیم‌ها اثر میذاره. نکته بعدی که خیلی مهمه نقش روابط شخصیه. ببینید پیوندهای خانوادگی، قبیله‌ای اینا قویه هنوز و این توی محیط کارم نفوذ داره. جالبه که اعتمادسازی شخصی، یعنی قبل از این که اصلا بحث جدی کاری شروع بشه، حیاتیه. برای همین جلسات اول بیشتر صرف آشنایی میشه، ساختن یه رابطه، نه لزوما بستن قرارداد. آهان، یعنی شمایی که شاید عادت دارید سریع برید سر اصل مطلب، اینجا باید یکم متفاوت عمل کنید. نکته سومم که اشاره شده، ارتباط غیر مستقیمه. یعنی چی؟ میگه ترکمنان معمولاً رسمیان، مؤدبن، یکم شاید محافظه‌کار. پس بهتر از رکگویی زیاد یا مثلا شوخی‌های بی‌موقع یا بحث سیاسی و اینها دوری کنید. راهنما حتی میگه یه هدیه کوچیک و نمادین تو دیدار اول میتونه تأثیر خوبی داشته باشه. دقیقاً. و همه این ویژگی‌های فرهنگی مستقیما روی تجارت تأثیر میذاره. مثلا یکی این که انتظار نداشته باشید تصمیم‌ها خیلی سریع گرفته بشه. مذاکرات ممکنه طول بکشه، چندین جلسه لازم باشه. این کند بودن بخشی از فرهنگشونه. لزوماً بیملی نیست. پس صبر اینجا واقعاً یه مهارته. دوم، اعتماد. یعنی همه چیز روی اعتماده. ترجیح میدن با کسی کار کنن که میشناسنش یا یه آدم معتمد معرفیش کرده. روابط بلند مدت براشون خیلی ارزش داره. و اون ارتباط غیر مستقیم که گفتید توی مذاکره چجوریه؟ یعنی چطور باید فهمید منظور اصلی چیه؟ خب ببینید خیلی کم پیش میاد مستقیم بگن نه. ممکنه بله بشنوید ولی بیشتر از روی ادبه تا توافق 100%. باید خیلی به زبان بدن، به لحن، به نشانه‌های غیر مستقیم دقت کنید تا بفهمید واقعاً چی تو ذهنشونه. اینجاست که اون ظرافت‌های فرهنگی خیلی مهم میشه. یه نکته دیگه هم زبان هست. رسمیش ترکمنیه ولی روسی تو کار و تجارت خیلی رایجه. پس داشتن یه مترجم خوب که هم روسی بدونه هم ترکمنی و خب اسناد دو زبانه مثلا فارسی روسی اینا برای شفافیت خیلی لازمه. خب با این فضا فرصت‌های جذاب برای شما در سال 2025 کجاست؟ راهنما به چند تا بخش اشاره کرده. انرژی‌های تجدیدپذیر، خطوط انتقال برق، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، پروژه‌های زیربنایی مثل حمل و نقل، راهسازی، گردشگری سلامت و هتلسازی هم هست. کشاورزی مدرن و فناوری آبیاری که خب با توجه به مشکل کم‌آبیشون خیلی حیاتیه و البته فناوری اطلاعات و زیرساخت دیجیتال. همینطوره. اما خب در کنار این فرصت‌ها چالش‌ها رو هم نباید فراموش کرد. اولیش بوروکراسیه. یعنی گرفتن مجوزها میتونه خیلی طولانی بشه. گاهی هم روند شفاف نیست. یکم گیر و گور اداری داره.
دوم، محدودیت‌های بانکی و ارزی. یعنی نقل و انتقال پول بین المللی، دسترسی به ارز ممکنه سخت و کند باشه. سوم، کمبود شفافیت اطلاعات، یعنی پیدا کردن آمار دقیق و بروز یا حتی قوانین کامل گاهی سخته. اینجا نقش مشاور محلی خیلی پررنگ میشه. و چهارم، وابستگی زیاد به تصمیمات دولتیه. یه تغییر ناگهانی تو سیاست‌ها یا مدیریت‌ها میتونه کل پروژه رو تحت تأثیر قرار بده. کی باعث نمیشه ما یه وقتایی ناخودآگاه تفاوت‌های ظریف فرهنگیشون رو نادیده بگیریم؟ یعنی چطور میشه از این مزیت درست استفاده کرد؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید چند تا توصیه کلیدی میشه کرد. اول و شاید از همه مهمتر، یه شریک یا مشاور محلی معتمد پیدا کنید. کسی که اونجا رو بشناسه، راه و چار و بلد باشه. تو کارهای اداری، قانونی، فرهنگی خیلی کمک میکنه. دوم، حتما اسناد و قراردادهای مهم رو دو زبانه آماده کنید. مثلا فارسی روسی یا فارسی ترکمنی. این جلوی خیلی از سوء تفاهم‌ها رو میگیره. سوم، حضور فعال، یعنی توی نمایشگاه‌ها، رویدادهای تجاری مشترک شرکت کنید. شبکه‌سازی اونجا خیلی مهمه. چهارم، حساسیت فرهنگی. این خیلی کلیدیه. ادب، احترام به سنتاشون، دینشون، یه رفتار حرفه‌ای ولی محافظه‌کارانه. اینا خیلی مهمه. و پنجم، بد نیست پیگیر حمایت‌ها یا تسهیلاتی که ممکنه نهادهای دولتی خودمون مثل سازمان توسعه تجارت ارائه بدن هم باشین. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم برای شما، ترکمنستان در سال 2025 فرصت‌های بکری داره، به ویژه برای کسانی که نگاهشون بلند مدته. اما کلید موفقیت فقط سرمایه نیست. درک عمیق فرهنگی، صبر و توانایی ساختن روابط انسانی پایدار انگار اهمیتش بیشتر هم هست. رابط شخصی، تصمیم‌گیری‌های محتاطانه‌اش، اینا جزئی از بازیه. بخشی از محیط تجاری اونجاست. کسی موفق میشه که این فرهنگ رو بپذیره و راه کنار اومدن و تطبیق باهاش رو پیدا کنه. و یه سوال نهایی برای تأمل بیشتر شما. با توجه به اینکه جامعه ترکمنستان از یه طرف سنت‌ها براش مهمه، از طرف دیگه دولت داره تلاش میکنه کشور رو مدرن کنه، مخصوصاً تو فناوری و زیرساخت، به نظرتون این کشمکش یا توازن بین سنت و مدرنیته چطور ممکنه تو 5 سال آینده روی فضای کسب و کار اونجا تأثیر بذاره؟ اینم موضوعی برای فکر کردن بیشتر شما.